سلام بچه ها، حمید رضام. به چنل من خوش اومدید. امیدوارم نهایت لذتی رو که میتونین از ادامه این ویدیو ببرید و سابسکرایب فراموش نشه. یه زنگوله یمین بالاست، لطفا فعال کنید. خیلی ممنون. Let's go. سلام، چطوری خانوم؟ چه چشمای زیبایی. اهل کجایی؟ شما چشمات میخوره به شمال. عجیبه من اینو حدس نزدم واقعا. میخوای بهت پیکاپ لاین بگم؟ چیه؟ جمله عاشقانه، چیز مخزنی. آره بگو. اسمت چی بود؟ اسمتو بگو تا هر رو اسمت بهت بگم. باران. جان؟ باران. باران جان، باران. دوست دارم اشک باشم، بر چشمانت متولد شوم، بر روی گونه هایت زندگی کنم و در آخر بر روی لبت جان سپارم عزیزم. صدا شدیدی؟ صدای خودته؟ مخت زده شد یا یه دونه دیگه بهت بگم؟ یه دونه دیگه بگو، هنوز مخم زد نشد. دیشب دیدم بر رخ ماه ابرهایی بود، نگو که یار موهایش را بر روی صورتش آویخته بود. خیلی قشنگ بود. مخت زده شد. مخت زده شد ولی بیام بازم مخم. شمال یا چی؟ یه شمالمون بشه؟ بیا عزیزم. موتور دوست داری یا ماشین؟ قربونت برم. ماشین. ولی موتورم دوست دارم. تایپ همی. بعد آدم معتقدی هستی به خدا، پیامبرا، اماما؟ نباشی هم مهم نیست، چون ترک من بشینی شیعه 12 امامه میشی. قشنگ بود اینا. تو آره. بچه کجایی؟ من کرمانشاه کردم. یوتیوبری؟ ما هم این میگن هفته آخر هفته یه مهمان کرمانشاهی داریم. منم بیام مهمونتون باشم یا نه؟ بیا ما شمالیا خیلی مهمان نوازیم. آره بله خیلی تعریفتون رو شنیدم، خیلی. خب بعد من یه 6 ماه دیگه از دانشکده افسری مونده. بگو خب. تا 6 ماه دیگه فقط حکم استفاده از دستبند دارم. دستبند دوست داری یا چی؟ ساعدو داری؟ دستبندم دوست دارم. ساعدو داری؟ اینطوری کن پس برام، اینطوری کن برام. دستت به گوشیه نمیتونی؟ خیلی منظره. اینطوری میتونی بکنی؟ اینطوری میتونی بکنی؟ نه نشسته اینطوری کن. نشسته. منظره خوبی در نه. اینطوری تو بردی، ولی نه نمیتونی. خیلی زاویه خوبی عزیزم، من خیلی دوست این زاویه رو. ببین دیگه راحت میشه. یه چند بار دیگه هم امتحان کن. من ندیدم، حواسم نبود. توجهم تو هر چی از این به بعد بگی اوکیه. من یه چیزی دیدم فهمیدم که تو دیگه تایپ منی. تموم شد برم. ماشین و موتورم فرق. بعد فیتیش موی بلندم دارم، تو هم موات بلنده. دلیلش هم نپرس، به خودم مربوطه. خودم متوجه شدم دلیلش. ولی خدایی خیلی با جنبه ای. دختر خوب ماشاءالله، زیبا، با جنبه. یادتیم عزیزم. خیلی هم شبیه یکی. شبیه کی؟ پارتنر آینده من. بذارمت اینجا با هم ویدیو بگیریم. آفرین، خیلی دوست دارم واقعا. نظرته؟ بیا آره فعلا واقعا. پیجمو فالو کن. بهم دایرکت بفرست. باشه حتما. ولی چنل یوتیوبم تا فردا پس فردا اینا اوکی میشه. آخ چی؟ نمیتونم اسکرین شات بگیرم. چرا؟ وایسا. نمیدونم.
دوتا وایسا. دکمه‌ای بغلو بزن اوکیه دیگه. نه وایسا یه کار دیگه کنم. اوف. یه ویدیو 2 آها الان نفرمون فهمیدم بشه. چیکار کنم. یه لحظه. آره عزیزم. علاقه خب داری؟ اسکرین شات گرفتم. علاقه داری به این کار؟ گفتم دیگه خیلی آره شبیه خیلی. پارتنر ویدیویی آینده منی. من خب خودم چون خودم مدلم هستم کلا جلو دوربین و اینا زیاد میرم. واقعا خود یعنی عادیه. عزیزم برازنده مدل بودنی قربونت برم. مرسی عزیزم. لپ قرمزی. ما کردا به شما به اینجور دختر میگیم گوپن، یعنی لپی. یعنی چی لپشون قرمزه؟ لپی لپی؟ یعنی لپ دارن. آره چه قشنگ. یه عکاسی 2 نفرمون نشه. آفرین. اصلا خیلی پایم برای این چیزا. عزیزم چه تایپ پسری دوست داری؟ چه تایپ پسری؟ پسری که بهم توجه کنه دیگه. هر روز گل برات بیاره. حالا هر روزم گل نه. چه گلی دوست داری عزیزم؟ چه گلی دوست گل داری؟ رز سیاه. ولی میدونی من چه گلی رو دوست دارم؟ میدونی من چه گلی رو دوست دارم؟ تو رو. چه گلیه؟ چون از هر گلی برام گل تری. آره. قربونت برم. مخت زده شد یا چی؟ زده شد. دایرکت بهم بده دیگه. من خانم. حساب تو برو ریاکشن های بعدی رو بگیر. میگم برو ریاکشن های بعدی رو بگیر. مینی چت رو پاک کن. من غیرتیم مگه اینکه بیای پیش خودم بشین. بیای و خدا حوصله‌مون سر رفته بود همینجوری بچه‌ها گفتن به. نه من غیرتیم. نمیدونم. بیا برای خودم کامنت انگلیسی بذار حوصله‌ات سر نره. باشه. آره. بعد نگفتی چه تایپ خوش مومشکی دوست داری؟ گفتم. چه قدی دوست داری؟ چون قد خودم خیلی کوتاهه اصولا همه نسبت به من بلندترن پسرا. من دستتو یه ثانیه اینطوری 158م. کن. دستتو اینطوری کن یه ثانیه. رفتی به دستم داره. تو دستتو اینطوری کن اب نداره. قدت هم 1.55 تا 7 داره. 58. یه دونه اشتباه گفتم. حدسو ببین. گفتم من قبل از اینکه بگی. بابا کوتاه از 1.68 به پایین میشه برای دختر دیگه. خب گفتم من قدم 158. نگفتی. تو کی به من گفتی؟ بچه تو گفت اون دختری که پیش نگفتی. بابا نگفتی. فقط گفتی کوتاه هم. گفتی کوتاه هم. ولی از این کوچولو تو بغلیا یا کمر باریک تو بغلی کوچولو. همه کسا نداره. اب نره ویدیو بگیریم تو رو میذارم رو پام. صندلی جدا برات نمیاره. خوبه؟ آره. میخوای بهت پیکاپ لاین بگم؟ بگو. اسمت چی بود؟ یادم رفت ببخشید. با اسمت بگم. جان آزیتا جان دوست دارم اشک باشم. بر چشمانت متولد شوم. بر روی گونه هایت زندگی کنم و در آخر بر روی لبت جان سپارم عزیزم. بسیار همالی. تشویق. قربون شما. کجایی؟ چیکار میکنی؟ سر کاری؟ سر کاری؟ ماشاءالله به انرژی. صدا تیکه تیکه مثلا یه تیکه میاد یه تیکه کلا نمیاد. تقصیر مملکت ایران. آها. حس میکنم تو مترویی. آره؟ نه نه منظورم از مترو یعنی اون کارمندای مترو. آخه اون آها. خسته نباشی عزیزم. پشت کارمندای مترو هم که دیدم اینطوری آخه. آره.
کارمند مترو زیاد حرف زدی به کارمند. غیرتی شدی، ببخشید، معذرت. من چرا آزیتا من یه 6 ماه دیگه از دانشکده افسری مونده، بگو خب. تا 6 ماه دیگه فقط حکم استفاده دستبند دارم. دستبند دوست داری یا چی؟ دوست هم ساعدو داری؟ باشگاهی دوست داری؟ من برای آدم خپل زشت دوست دارم. چکو بذاره اینجاش امضا کنه. آره. بازاری دوست داری؟ نبودی خون چقدر خوب بود. اون اینا واسه من نمیخونی؟ بخون چی برات بخونم عزیزم؟ نخوندم بابا، کی آهنگ خوندم؟ یه چیز چیزی بود، گفتی دکلمه بود. دکلم دکلمه گفتم. همکارم بود. چی برات بگم دوست داری؟ به این پیکاپ لاین گفتم، به تو چی بگم؟ نمیاد. که واقعا جنسیت دیگه واسم فرق نمیکنه. من برام فرق میکنه دیگه، نمیاد. کی نیستم. باشه. بذار تا چیزت کنم، وصفت کنم در حضرت یوزارسیف. خوبه؟ بگو. ببین یوزارسیف بزرگ، تو از کجا آمده ای و به کجا میروی؟ الان آمدم و مصر میروم. سلام دختر شما. اصلا ببین از چشمات شمالی بودن میباره، چشما این وریا. آره قشنگ داد میزنه. حرف زشت. اسمت چیه؟ پشمام حرف زشت نیست. تو ما بزرگ نشدی. خوبی؟ بگو اسمت رو من مرسی ممنون قربونت. چاکرتم. چقدر خوشگل ماشاءالله. بزنم به تخته. قربونت. هزار ماشاءالله. ما ندیدیم بزنی به تخته ها. حالا بگیم صداش نمیاد؟ میگه خودم زدم. خودش زد. خودش زدم. شما چی؟ شما خودتو معرفی کن. شما کیه؟ هر جفتتون دیگه داریم صحبت میکنیم، خودتون معرفی کن. جفتمون راست میگه. من اصلا من هنوز تو 20 نمیترسی بری تو سالمه. آب؟ اینم مامانمه. 27 سالمه. مامانشی؟ من مامانشم. چرا بهت نمیخوره بابا؟ تو تازه بهت میخوره، دبیرستان رو تموم کردی، به ترکونی میخوای بری چیز دانشگاه. تو چی؟ نه بابا پیر شدم. من دانشجوام. اسمت چیه؟ پس ما بیشتر به هم میخوریم. این ازدواج کرده بین ما، میخواد جدایی بندازه. بیا ازدواج کنیم با هم. اسمت چیه؟ هنا جان چند سالته؟ نه بیا تو کات تو هم، حالا شوخی کردم. خب 20 سالته؟ تو هم میخوری. خوشبختم از آشناییتون. کرد دوست داری؟ خوبه. کرد دوست داری؟ کردا خیلی خوبن. میخوای پیکاپ لاین بهت بگم؟ بله بگو. جمله مخزنی. بگو. هنا جان دوست دارم اشک باشم، بر چشمانت متولد شوم، بر روی گونه هایت زندگی کنم و در آخر بر روی لبت جان سپارم. قربون اون عینکت برم من. زد. نزد. میدونی چقدر انرژی پشت این خوابیده؟ اندازه یه دونه دیگه. یه دونه دیگه. دیشب دیدم ابر بر رخ ماه بود، نگو یار موهایش را بر روی صورتش آویخته بود. الان که نیاویخته، فعلا که عینکه. آره امروز بسته شد. یه امروز رو بسته بود دیگه. زد دیگه. آره. موتور دوست داری یا ماشین؟ ببین تایپ هم هستی یا نه. چرا فکر میکنی تو باید مشخص کنی که این تایپته یا نه؟ نه آخه خیلی سفر با مدل صحبت کردن تو دوست داشتم. چرا دخترها ازدواج میکنن عوض میشه چیزشون؟ مدل حرف زدنش که دوست دارم. قبل ازدواج چرا خیلی مدل حرف زدن رو دوست داری؟ نه نگاه کن قشنگ نگفتی. من دارم به خاطر خودت میگم. من معذرت میخوام. هر جوری که ایشون میگه. تایپ هم هستیم یا نه؟ این قشنگ تره. من موتور دوست دارم. موتور دوست داری ماشین؟
جفتش خوبه ولی خب بیشتر ماشین دوست دارم. چه خبر؟ آخه بیشتر موتور دوست داری خب من موتور دوست دارم. آدم معتقدی هستی ببین به پشت تو خدا. هم هستم من. قربونت برم. شما حواست لطف موتور داری. بستگی شما داره چی لطف باشه داری. دیگه. هوندا شما دوست لطف دارم. داری. میگم آدم معتقدی هستی به خدا، پیامبرا، اماما. بله نباشی هم بله مهم نیست، چون ترک من بشی شیعه 12 ماه میشی.